آیفون ها به دوام خود شهرت دارند، اما آیا می‌دانید هر دستگاه قبل از خروج از کارخانه چه آزمایش‌های سختی را پشت سر می‌گذارد؟ تست مقاومت در برابر آب شامل 4 مرحله است. شبیه سازی باران برای رسیدن به استاندارد IPX4، پاشش 360 درجه آب، ارتقا به IPX5، ضربه مستقیم با تفنگ آب فشار بالا، سطح پرچمدار IPX6. مرحله نهایی و واقعی، غوطه‌وری در آب عمیق با فشار اضافه. تنها در صورت زنده ماندن، آیفون می‌تواند رتبه IPX8 را دریافت کند. تست سقوط نیز با دقت بالایی انجام می شود. ربات‌ها آیفون‌ها را از هر زاویه روی گرانیت و مرمر پرت می‌کنند و در حرکت آهسته هر ترک و شکستگی قابل مشاهده است. همچنین ماشین لرزش گوشی‌ها را چندین هزار بار شبیه سازی می‌کند تا اثرات سالها استفاده روزمره تقلید شود. هر مدل جدید نیازمند ده‌ها هزار واحد آزمایشی است و تنها پس از موفقیت در تمامی آزمون‌ها اجازه ورود به تولید انبوه را پیدا می‌کنند.